فکر کنم باید شانسی جواب بدی. من نه شانس آخه توی جواب من نمیتونم شانس جواب بدم. آره من احساس ببین من به عدد 3 خیلی اعتقاد دارم. خب اینم شانسی نیست. من فکر میکنم که گزینه شماره 9 برای من بهتره، چون 9 تا چیز دیگه تار صوتی بوده دیگه، بالاخره 9 تاییشو زده. الان گفتی به شماره 3 عدد شانس همه ولی شماره 9 رونالدینیویی زدم. بله خواهش میکنم. خب گزینه مورد نظر من 3 هستش. یعنی سمفونی شماره 3 به تو؟ بله من بیشتر از 3 نمیبینم. 9 خیلی زیاده. خواهش میکنم. متاسفانه غلطه. اشتباه بود؟ آره سمفونی شماره 9 به تو گفتم بیشتر. تاریخ فوتبال توی اروپا. اینم رئالی هستم، یعنی رئال مادرید که خیلی جام قشنگ همه جام‌ها رو گرفت تو یه فصل، مثلا همه جام رو گرفت. اول شد جام حذفی، اول شد اروپا قهرمان شد، جام جهانی جام باشگاه جهان قهرمان شد اون تایم. یعنی الان جواب میخوای بدی رئال مادرید. کدام باشگاه اولین تیمی بود که سگانه را در یک فصل به دست آورد؟ من رئال میزنم. رئال مادرید به نظر من رئال به دست آورد تو اروپا، جزئی نمیتونه کسی باشه. اولین فوتبال‌های قدیمی رئال فکر میکنم زیاد همچین حرفی واسه گفتن نداشت. برو تو 4 تا گزینه. 4 تا گزینه. آره. گزینه 1 آژاکس آمستردام. گزینه 2 سلتیک گلاسکوی اسکاتلند. گزینه 3 پی اس وی آینتوون هلند. گزینه 4 منچستر یونایتد. اصلا رئال توی گزینه‌ها درسته. پس ببین اگه اولین باشه باید نگاه کنیم به قدمت باشگاه. سلتیک خیلی قدیمی، آژاکس هم از 2 تا از هلند. هم بین آژاکس و سلتیک هم میشه حذف گزینه 2 تا رو بزن. 2 تا گزینه پی اس وی و منچستر یونایتد حذف میشن، یعنی بین آژاکس و سلتیک. آژاکس اون تایم به نظرم آژاکس میتونه باشه. آژاکس آمستردام. آژاکس رو میبندی؟ بله. متاسفانه غلط بود، سلتیک بودش. در سال 1967 سلتیک سگانه رو آورد.